دیگه کجا داری تتو؟ بعد بیای سر فرصت یه روز خونه قشنگ با هم بشینیم نقد و تتوهاتو نشونم بدی؟ چرا باید بیام خونه تو تتوهاتو بهم نشون بدی؟ بپرس سوالات بپرس دیگه. من بپرس چون اون برنشستی چی میزنی موادینا؟ به سر و سامون گرفتن فکر میکنی یا میخوای به این زندگی که داری ادامه بدی؟ چرا اینجوری میگی؟ نه این زندگی که داری نه جوری نگو. این چیز بدیه انگار. نه جوری نگو. خیلی عادی پرسیدم. بذار یه بار دیگه میپرسم برام ببین چطوره. برو بریم. دوست داری سر و سامون بگیری یا میخوای به این زندگی که داری ادامه؟ جوری میپرسم مثلا 10 شب تا 2 3 صبح تو اون تایمو بیداری. نایت پرسن میگین شما؟ آره. ما البته بستگی داره که بشینیم یا نشینیم. اگه بشینیم ما هم تا صبح باد نایت پرسنیم. اگه نه که کارمندم صبح باید برم سر کار. صدای خودم خیلی بم و اینا. آره ولی بیس اون تنور میشه میخونم. آره خیلی نمیفهم دیگه چی میگه. دست دادی من. تنور اونا که باید تنور نون و اینا. تو پولدار بودن شوخی نداشتن خانواده. چرا؟ سال 69 69 اسم تو گذاشتن اشکان. اشکان چی اشکال داره؟ نه اشکال نداره ولی خیلی برای اون موقع اشکان واقعا خیلی کم بودن اشکان. الان همین مثلا بچهای ما یکشون پشت صحنه حاجی قربان اسمش توی شناسنامه، حالا ما علی صداش